عارف بزرگ شیخ خلیفه مازندرانی یکی از شخصیت‌های سترگ تاریخ ایران، چه از نظر بنیان نهادن آموزه‌های نوین در عرفان و تصوف و چه از نظر بنیانگذاری یکی از بزرگترین جنبش‌های اجتماعی و سیاسی ایران به نام جنبش سربداران است که تاریخدانان این جنبش را از نظر تاریخی مهمترین و از نظر گستردگی بزرگترین جنبش سیاسی قرن هشتم در تمامی خاورمیانه و آسیای باختری دانستند. اما با این وجود متاسفانه عظمت شخصیت شیخ خلیفه مازندرانی امروزه بر بیشتر مردم ایران و حتی بر خود مازندرانیان پوشیده است. شیخ خلیفه از اهالی آمل طبرستان بود و در آغاز در این شهر پس از فراگیری مقدمات علوم دینی و عرفان از محضر شیخ بالو زاهد آملی که در زمان خود یکی از مشاهیر، سالکان و عارفان مازندران به شمار می رفت بهره برد. اما به زودی شیخ خلیفه خود در حد استاد و بلکه فراتر از او شد و با آنکه شیعه مذهب بود به سمنان رفت تا محضر شیخ علاءالدوله سمنانی عارف بزرگ سنی مذهب زمانه خود را درک کند. ولی پس از مدتی تعصبات مذهبی شیخ علاءالدوله سمنانی موجب شد این عقیده شیخ خلیفه که حقیقت را برتر از مذاهب می‌دانست بر نتابد و او را با تندی از خود براند. از این رو شیخ خلیفه مدتی به جوین و پس از آن که به مدارج بلند کسب معارف رسید به سبزوار رفت و کار بزرگ خود را در خراسان که تحت حاکمیت مغولان بود آغاز نمود. گستردگی دانش شیخ خلیفه مازندرانی در علوم دینی و بی‌توجهی او به ثروت و قدرت و نیز انسان دوستی و وارستگی و همچنین مراتب عرفان و کرامات او موجب شد که در خراسان مریدان بسیاری گرد او آیند و از آموزه‌هایش بهره ببرند. شیخ خلیفه در آموزه‌هایش به وجه انسان دوستی دین و جنبه برابری خواهی آن اهمیت بسیار می‌داد و از این رو بی تفاوتی انسان‌های مؤمن و سالک نسبت به فقر مردم و نابرابری‌های اجتماعی و خراج دادن به صاحبان قدرت که عامل اصلی فقر مردم بودند را حرام می‌دانست. از این رو علمای وابسته به قدرت او را دشمن دین و کافر دانسته و برای او حکم ارتداد و اعدام صادر کردند. اما شیخ خلیفه بدون کوچکترین هراسی از شکنجه و مرگ با دلیری تمام به مبارزات خداجویانه و انسانی خود ادامه داد تا آنکه در پگاه روز 22 ربیع الاول سال 736 قمری پیش از اذان صبح او را پنهانی در مسجد سبزوار به دار کشیدند. اما مرگ دلیرانه شیخ خلیفه مازندرانی موجب شد که مریدانش یکی از بزرگترین جنبش‌های تاریخ ایران و خاورمیانه را در آن هنگام پیریزی کردند و خود را همچون مرادشان شیخ خلیفه که سربردار شد سربداران نامیدند. جنبشی که به زودی خراسان را پس از حدود 120 سال از چنگال حاکمان مغول رهایی بخشید و پس از مدتی الهام بخش جنبش بزرگ مرعشیان شد که توسط سترگی دیگر از مازندرانیان یعنی میر بزرگ قوام الدین مرعشی در آمل و سپس در همه طبرستان به بار نشست.